همونجوری که داره نشون داده میشه که ما فعلا اون رو نداریم. میتونین با اکانت گوگل خودتون وصل بشین، ولی خب یک بار بیشتر نمیتونین این کار انجام بدین و دیگه بسته میشه، پولی میشه. گزینه بعدی برای زمانی هستش که شما میخواین با اکانت اصلیتون وارد بشین، همونجوری که با فلش نمایش داده میشه، و میخواین که یک بار ورود بکنین دیگه از اکانتتون خارج نشین. گزینه آخری هم که فورگت پسورد هست برای اکانت های پولیه که ما فعلا باش کاری نداریم. میریم سراغ مراحل و مسیری که خودمون قرار است طی بکنیم که استفاده رایگان بتونیم ازش داشته باشیم. گزینه ساین اپ فری رو باید روش کلیک بکنین، همونجور که با فلش نشون داده میشه میزنین، واردش میشین. میریم توی صفحه بعدی، یه همچین صفحه براتون باز میشه. بله، اینجا باید یک ایمیل یا جیمیلی رو باید وارد بکنین که الان بهتون میگم به چه صورت باید این کار انجام بدین. وارد یک سایتی که الان خدمتتون عرض میکنم میشین، کرومتون رو باز میکنین، این آدرس رو تایپ میکنین email-on-desk.com. براتون نوشتم که اشتباه هم واردش نکنید. وقتی که این رو بزنین وارد یک سایتی میشین که بهتون ایمیل و جیمیل های اضطراری میده. استثناً رانوی این سایت رو قبول میکنه و ما هم از این استفاده میکنیم. همچین صفحه ای هست اون سایت ایمیل آن دسک، یک بار براتون کامل نشون میدم. از این قسمت که بزنید من میخوام که برای اینکه زیاد با این سایت کار داریم و هر سری نخواهیم وارد این سایت بشیم، یعنی آدرس رو بزنیم، میخوایم یک شورتکات توی صفحه اصلیمون ایجاد بکنیم. اد تو هوم اسکرین رو از منوی بالا که بزنین وارد همچین صفحه میشین. اد تو هوم اسکرین رو میزنین و ازتون میخواد که اسمی که میخوایم به دلخواه انتخاب بکنین. من آدرس خود سایت رو میذارم باشه و اینستال رو که بزنین یک شورتکات از این سایت با لوگوی همین سایت توی صفحه اصلی گوشیتون ذخیره میشه و به راحتی میتونید ازش استفاده بکنین و مستقیم هر بار که بزنین وارد این همچین صفحه میشه، صفحه اصلی سایت. و جلوتر الان نشونتون میدم که چه اتفاقی میفته. یه کد کپچا میاد براتون که اون رو باید حل بکنین. تصویری که سمت راست هست رو به مشابه ترین تصویر روی همون صفحه میبرین و وریفای رو که بزنین متوجه میشه که شما انسان هستین و تاییدتون میکنه. گت رو که بزنین یک جیمیل بهتون میده که سایت رانوی این رو قبول میکنه و ما باش کار داریم. بله، همونجوری که مشاهده میکنید من قبلا این کارو کردم ولی انجام دادم که شما متوجه بشین. وارد سایت رانوی میشیم. من چون قبلا توی این سایت وارد شدم یک بار باید خارج بشم. گت سشن، این قسمت سشن رو که بزنین وارد این صفحه اصلی میشین که من قبلا توش اکانت دارم و دونه دونه اینها رو به شما توضیح خواهم داد. این صفحه اول رانوی هست. من برمیگردم که یک بار ثبت نام رو با هم کامل دوباره انجام بدیم که شما بدونین دقیقاً باید چی کار بکنین. خب این قسمت رو که بزنین میایین توی Get to Dashboard. بله، برمیگردیم این گزینه رو میزنین، اون اکانتی که ساختین لگ اوت رو میزنین، همونجوری که توی تصویر نشون داده میشه. شما الان از سایت خارج شدین. یک بار من براتون انجام میدم که شما کامل براتون جا بیفته و ساین اپ فری رو میزنم، وارد این بخش میشم. اون جیمیلی که بهمون داده بود رو من اینجا پیستش میکنم و گزینه نکست رو میزنین. خب اینجا ازتون میخواد که یک یوزرنیم برای خودتون تعریف بکنین. هر چیزی که بخواین میتونین اینجا بزنین. بچه‌ها نوشتم هر چی که خواستین، هر اسمی که دوست دارین، حتما باید انگلیسی باشه. این رو میزنین. من قادر زدم همینجوری و برای پسوردتون باید یک پسوردی بزنین که همیشه در دسترس باشه و تو ذهنتون بمونه. من معمولا این رو میزنم. هر چیزی که دلخواه خودتون هست میتونین بزنین، اجباری نیست.
ولی این یه پسورد پرکاربرد و راحتی هم هست. و بعد اینکه وارد کردین دقیقاً هم باید مشابه هم باشن این دوتا پسورد. اینجا که میبینی حالت سبز رنگ، اینجا نشون میده که این پسورد مورد تاییده و گزینه کرییت رو که بزنین، حالا باید برای خودتون یک یوزرنیم تعریف بکنین، یعنی یک اسم و مشخصاتی رو برای خودتون میدین. این رو هم اگر نخواستین اسم خودتون رو بزنین، هر چیزی که دوست داشتین رو میزنین، اجباری نیست بچه ها. و بعد اینکه وارد کردین گزینه آخر آپشنال هست، خواستین چیزی میزنین، نخواستین نمیزنین. گزینه تایید رو که بزنین میره برای صفحه بعدی. اینجا ازتون یک کد تایید میخواد، میگه ما براتون ارسال کردیم توی ایمیلتون. برمیگردیم توی ایمیل آن دسک ببینیم که برامون ایمیل اومده یا نه. بله اومده. خب ما بازش میکنیم. بچه‌ها یه نکته این که اینجا هست، حتما این کد رو باید کپی پیست بکنین، یعنی نه اینکه از روی صفحه نگاه بکنین اونجا دستی وارد بکنین، حتما باید کپی پیستش بکنین، همون کاری که من الان انجام دادم. برمیگردین اینجا پیستش میکنین و وریفای رو که بزنین وارد سایت میشین. این گزینه سابسکرایب رو بزنین که تایید بشه و وارد صفحه اصلی رانوی میشین. گزینه کانتینیو رو میزنین. این قسمت حتما این کانتینیو رو باید بزنین، زبدر رو نزنین ها بچه‌ها. بعد اینکه این گزینه رو زدین این صفحه براتون باز میشه که من یک بار کل صفحه رو نشون میدم. این صفحه به شما میگه که شما ترغیبتون میکنه که برین اکانت اصلی رو بخرین و ازش استفاده بکنین، امکانات بیشتری هم داره، ولی خب ما این کار رو نمیخوایم انجام بدیم. این زبدر رو بزنین، این صفحه براتون بسته میشه و وارد صفحه اصلی میشیم که ما میخوایم باش کار بکنیم. من یک بار صفحه رو براتون نشون میدم که چه گزینه هایی داره. جلوتر ریز به ریز تمام اینها رو بهتون خواهم گفت و ما از این قسمت که ایمیج تو ویدیو هست میزنیم، وارد میشیم. یه همچین صفحه میاد. اگر دقت بکنید این صفحه اصلی هست که قبلا هم باز شد براتون دیدین و یه همچین صفحه اگر بیاد یعنی شما ثبت نامتون درست انجام شده. همونجوری که تو تصویر هم میبینین 125 تا کردیت به ما داده که ما ازش میتونیم استفاده بکنیم و هر بار شما این 125 تا براتون شارژ میشه هر بار که ثبت نامتون انجام بدین. ممنون میشم که ما رو لایک و سابسکرایب بکنید و حمایتمون بکنید. من سایت رانوی رو هم یه شورتکات براش میگیرم که توی صفحم باشه، همونجور که دیدین این کار انجام میدم که شما بدونین هر اسمی که خواستین میتونین ذخیرش بکنین. من خود اسم خود رانوی رو نگه میدارم و اینستا رو که بزنم به صفحم اضافه میشه که راحت بتونم ازش استفاده بکنم و هر بار نخوام آدرس سایت رو وارد بکنم. همونجور که میبینین توی صفحه اضافه شده، هم رانوی هم ایمیل آن دسک و به راحتی میتونین ازش استفاده بکنین. بسیار پرکاربرده و خیلی خوب میتونین ازش پول در بیارین. رانوی یکی از قوی ترین و جذاب ترین هوش مصنوعی ها هست که بنده نحوه استفاده رایگانش رو الان دارم خدمت شما آموزش میدم. امیدوارم که راضی باشین و خب بریم یک بار کلیت سایت رو ببینیم که سایت به چه صورت هست، اصلا چه گزینه هایی داره، چه آپشن هایی داره. من دونه به دونه بهتون توضیح میدم. یوز ایمیج تو ویدیو که ما باهاش کار داریم بسیار پرکاربرده و تصاویر رو تبدیل به ویدیو میکنه و یوز اکت وان تصاویر رو یا عکسی که شما میدین رو تبدیل میکنه به کاراکترهای انیمیشنی که بسیار جذابه و میتونین ازش استفاده بکنین و تولید محتوا بکنین. یوز تکست تو ایمیج هست که میتونین تصویر بنویسین، متن بنویسین که تبدیل به تصویر بکنه براتون و این هم بسیار کاربردیه. گزینه بعدی که من باید بهتون توضیح بدم پاپیولار ورک پلیس هست که گزینه‌ای که خودتون ایجاد کردین و واچ تاتوریال هست که میتونین اگر نیاز به آموزش بیشتر از تو خود سایت دارین بزنین و وارد ویدیوهای آموزشیش میشین
که انگلیسیه، حالا چیز خاصی هم نداره، همه این توضیحات هستش که من دارم خدمتتون میدم. خب ما گزینه منو رو که بزنیم، همونجور که میبینین این اکانت فری هست، یعنی اکانت رایگانه که من دارم بهتون توضیح میدم و چندین و چند بار شما میتونید این اکانت رو شارژ بکنید و نامحدود ازش استفاده بکنید. خب گزینه هوم رو داریم که وقتی بزنیمش برمیگردیم به صفحه اصلی. گزینه سشن رو داریم که ما باهاش خیلی کار داریم، پروژه‌ای که ایجاد میکنیم از تو این گزینه سشن هست. رانوی واچ برای ویدیوهایی هستش که از قبل ساخته شده. پرایوت ویدیوهایی که شما به کسی نمایش ندادین یا با کسی به اشتراک نذاشتین. شیرد هم همون ویدیوهایی هستش که قبلا برای کسی مستقیما از تو خود سایت فرستادین. و فیوریت ویدیوهایی هستش که شما ساختین و لایکش کردین یا اون قلب رو براش گذاشتین و میتونین از اینجا انگار سلکتش بکنین، استفاده بکنین ازش و روش کار دوباره انجام بدین. استارت سشن برای شروع یک پروژه جدید هست که ما جلوتر بهتون خواهم گفت. جنریت ویدیو برای ساخت ویدیو هست اختصاصا. جنریت ایمیج اختصاصا میره برای شما تو اون حالتی که تصویر میسازه. و جنریت آدیو شما میتونید باهاش وایس های مختلف رو بر اساس اون تصویر یا اون پرامپتی که مینویسین ایجاد بکنین. و آل تولز هم تمام ابزارهایی هستش که توی این سایت وجود داره و بسیار بسیار گسترده است و بسیار جذابه، ولی متاسفانه بیشتر اون ابزارهای اصلیش پولی هستش که ما فعلا بهش دسترسی نداریم. همین که اجازه میده ما رایگان ازش نامحدود استفاده بکنیم، به نظر من بسیار گزینه خوبیه و من این ابزارها رو همونجوری که دارین میبینین دارم ورق میذارم میرم پایینتر تا شما ببینین، میتونین تست بگیرین ازشون. بسیار بسیار کاربردی ان. ارزش این رو هم داره اون دوستانی که تواناییش رو دارن یا شرایطش رو دارن بخوان اکانت اصلیش رو بگیرن و استفاده بکنن ازش. خب ما میریم تو همون قسمتی که عرض کردم خدمتتون. ما میخوایم تصویر رو تبدیل به ویدیو بکنیم. من توضیحات کامل این صفحات رو جزء به جزءش رو به شما خواهم داد که کامل آموزش ببینید. سلکت asset شما میتونین ازش تصویر استفاده بکنین، انتخاب بکنین از توی گالریتون. کرییت ایمیج شما میخواین کلا یک متنی رو تبدیل به ویدیو بکنین یا تصویر بکنین. از این قسمت پرامپتتون رو میدین به هوش مصنوعی که بدونه که میخواد چیکار بکنه با تصویر شما یا چه حالتی رو ازش میخواین. و گزینه بعدی ستینگ هستش که من میزنم و این گزینه‌هایی که دارم بهتون نشون میدم دونه دونه الان کامل بازش میکنیم و ورق میزنیم همونجور که دیدین و ببینیم که چی کار میتونن انجام بدن برای ما. اینا رو باید بدونین که بهترین و بالاترین کیفیت و کارایی رو ازش خروجی بگیرین. گزینه ستینگ رو که بزنین بچه‌ها یه همچین صفحه‌ای میاد براتون که نشون میده شما چقدر کردیت دارین، میخواین که تصویرتون به صورت افقی باشه یا به صورت عمودی باشه همونجور که دارین توی تصویر میبینین. میخواین برای گوشی استفاده بکنین، میخواین برای یوتیوب استفاده بکنین. از این قسمت شما میتونین تصویرتون یعنی اون حالت اون زاویه دوربین ثابت باشه، هیچ تکونی نخوره. این رو اگر بزنین خودش مستقیم میره اونجا. اگر میخواین که واترمارک سایت رانوی رو بردارین این گزینه رو باید بزنین حتما که نیازی نیست ما توی آموزش بهتون میگیم چجوری براش داریم با ادیت میشه حذفش کرد. این قسمت هم رزولوشن و کیفیت تصویر رو بهتون نشون میده. میریم پایینتر و سراغ تایم ویدیوهاتون. این گزینه رو که بزنین الان روی 10 ثانیه است یه همچین تصویری میاد براتون که برای ویدیوهای 5 ثانیه‌ای 25 تا کردیت کم میکنه، برای ویدیوهای 10 ثانیه‌ای 50 تا از کردیت شما رو کم میکنه که دیگه بسته به نوع کارتون میتونین انتخاب بکنین. و بریم سراغ گزینه بعدی. این گزینه رو وقتی بزنین، اینی که وسط هست الان با فلش نشون میدم، بعد این گزینه رو وقتی بزنین این صفحه براتون باز میشه که ویدیو تو ویدیو هست. این برای اکانت های پولی فعلا به درد ما نمیخوره
و شما میتونین فریم به فریم هر ویدیو رو دستکاری بکنین و تغییرات توش ایجاد بکنین، تصویر رو عوض بکنین که عرض کردم پولیه، فعلا ما ازش نمیتونیم استفاده بکنیم و ساپورت نمیکنه، حتما باید اکانت رو بخرید. میریم سراغ گزینه بعدی که کامرا هست و ما بسیار بسیار باهاش کار داریم و ویدیوهاتون رو خیلی جذاب میکنه. نکته هاشو جلوتر بهتون خواهم گفت و وقتی این گزینه رو بزنین یه همچین صفحه میاد براتون. ما چون فعلا هنوز تصویر رو انتخاب نکردیم، گزینه ها برامون خاموش هست که باید حتما این کار رو انجام بدیم. یه تصویر رو حالا من میخوام که انتخاب بکنم تا بدونین دقیقاً چی منظورم هستش. گزینه سلکت رو که بزنید میره توی این بخش و میگه که یک تصویر رو از توی گالریتون انتخاب بکنین که روش بتونین تغییرات رو اعمال بکنین. من حالا این تصویر رو انتخاب میکنم، آپلود میشه، تصویر میاد برامون. خیلی خوب، میریم سراغ گزینه کامرا که روش بزنیم یه همچین گزینه‌هایی باز میشه برامون که قبلا خاموش بود. الان دقت بکنید این گزینه‌ها فعال شده. بله، این گزینه‌ها بسیار بسیار تاثیر میذاره توی خروجی ویدیو و تصویری که میگیرین. از این قسمت یعنی گزینه اول به صورت افقی هست که همونجوری که تو تصویر میبینین حالت حرکت ویدیو شما هست، حالت حرکت دوربین شما هست. منظورمون این هست، شما میتونین تغییرش بدین به انتخاب خودتونه. میتونین هر حالتی که میخواین انتخاب بکنین و از این قسمت به صورت پانوراما یعنی چپ به راست و راست به چپ به تصویر شما عمق میده، بسیار جذاب میکنه ویدیوهاتون رو. حالا جلوتر خروجی و نمونه که بگیریم متوجه میشین. و حالت ورتیکال یا عمودی هست که حالت حرکت دوربین از پایین به بالا و از بالا به پایین هست که شما میتونین انتخاب بکنید. و حالت عمق هست، عمق تصویر رو شما میتونین همونجوری که توی تصویر دارم نشون میدم از پایین به بالا و از بالا به پایین عمق میده به تصویرتون و حالت تینتش میکنه. خیلی جذاب و باحاله. گزینه زوم هست، زوم این و زوم اوت هست که شما میخواین روی سوژه‌تون زوم بکنین موقعی که تصویر داره حرکت میکنه یا میخواین زوم اوت بکنین. این دیگه باز به انتخاب خودتونه. و گزینه آخر که رول هست که میتونین حالت چرخش تصویرتون و دوربین که داره روی اون تصویر حرکت میکنه رو میتونین بچرخونین. این هم گزینه جذاب و باحالیه که توی خروجی تصویرتون خیلی کمک میکنه. حالا ما خروجی میگیریم ببینیم که چی میشه. ما اگر جلوتر گزینه جنریت رو بزنیم تصویر حرکت میکنه، متوجه میشیم. حالت اکت وان هست که عرض کردم پولیه، میتونین تصویرتون رو تبدیل بکنین به انیمیشن و باش ویدیو بسازین که ما فعلا این کار رو نمیخوایم بکنیم. و میریم سراغ گزینه بعدی که اکسپند ویدیو هست. این برای این گزینه خیلی جذابه و حتما هم اگر گزینه اکانت پولی داشته باشین خیلی کارایی داره. شما یک تصویر رو میدین یا یک ویدیو رو بهش میدین و همونجوری که توی تصویر میبینیم یک ویدیو رو انتخاب بکنین. ویدیو شما خیلی کوتاه و محدوده ولی این میاد چیکار میکنه؟ وسعت میده، یعنی چپ و راست بالا و پایین ویدیو شما رو هم توسعهش میده، دیولپش میکنه. یه ویدیوی خیلی جذاب و باحال در میاد و کاربردهای خیلی زیادی داره که پیشنهاد میکنم اگر اکانت پولی رو خریدین بتونین ازش استفاده بکنین. خب ما حالا میریم یک پرامپت رو بنویسیم برای این تصویر. من میگم که کاراکتر من بخنده و نورهاش حرکت بکنه، بریم ببینیم که چه خروجی بهمون میده و یه خروجی ازش بگیریم. دکمه جنریت رو که بزنین میره برای ساخت ویدیوی شما، یعنی تصویر رو تبدیل میکنه به ویدیو و بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. از این گزینه این قسمت رو بزنین، این منو رو بزنین، صفحه‌ای که باز میشه
ببینید همینجور که دیدین الان 125 تا کردیت داشتم، 50 تا کم کرد چون ویدیو 10 ثانیه‌ای میخواستم بسازم و شد 75 تا کردیت من. و بریم حالتهای مختلف ساخت تصویرم هست که جن 3 هست و جن 3 آلفا و جن 2 که ما الان به صورت بای دیفالت جن 3 رو داریم، حالت توربوش رو. آلفاش رو باید ویدیوش حتما باید اکانتش رو بخرین. جن 2 رو هم براتون تست خواهم کرد و میبینیم که چه خروجی میده بهمون. خب این خروجی بود که ساخت برای ما و تصویر ما رو متحرک کرد. کاراکتر من داره میخنده و نورها هم همونجور که داریم میبینید شفافتر هستند و این معجزه هوش مصنوعی که داریم میبینید. از این قسمت شما میتونین خروجی بگیرین، یعنی تصویرتون رو دانلود بکنین، ویدیوتون رو، و از اینجا میتونین قسمت فیوریت انتخاب بکنین که قبلا بهتون گفتم، لایکش بکنین، بعدا برگردین به این گزینه. میتونین اسم فایلتون رو عوض بکنین، میتونین از همینجا شیرش بکنین گزینه دوم، و گزینه آخر هم برای زمانی هستش که شما ویدیوتون یک مشکلی یا ایرادی پیدا کرده میتونین به کمپانی اعلام بکنین تا برطرفش بکنن یا اکانتتون اگر مشکلی خورده. خروجی رو به ما داد و ما میریم که یه سری تغییرات رو هم میتونین از همینجا اعمال بکنین. میتونین لیپ سینکش بکنین، یک فایل صوتی رو بذارین که این کاراکتر بتونه باهاش صحبت بکنه، میتونین ویدیو تو ویدیوش بکنین و میتونین ویدیو رو ادیت بکنین از این گزینه و اکسپندش بکنین که توضیح دادم خدمتتون. و گزینه آخر هم برای خروجی گرفتن 4K هستش که شما حتما باید اکانتتون رو شارژ بکنین تا بتونین خروجی 4K بگیرین ازش، ولی کیفیت تصویرش خودش هم خوب هست. این گزینه دانلود رو هم که بزنین به صورت 4K ازتون یک کردیت کم میکنه، خروجی میده. به صورت MP4 هست که ما الان خروجی بگیریم ازش، و به صورت گیف میتونین خروجی بگیرین و ازش استفاده بکنین توی محتواتون. بسیار جذاب و باحاله و خیلی کمکتون میکنه که من گزینه دانلود رو دارم، همونجوری که دارین میبینین دانلود میشه برامون و توی گالریتون ذخیره میشه که میتونین بعدا ازش استفاده بکنین و ویدیوهای مستند و پشت سر هم درست بکنین. من براتون مجددا یک مثال های دیگه ای رو هم میزنم، نمونه های دیگه هم درست میکنم که کامل براتون جا بیفته و متوجه بشین. با حالت جن 2 هم یه تستی میزنیم با هم دیگه که ببینیم که چه کارایی داره. الان رو حالت جن 2 هست. ما مجددا باید یک تصویر رو انتخاب بکنیم و که روی اون تصویر بتونیم تغییراتمون رو اعمال بکنیم. توی صفحه همونجور که داریم میبینیم این پروژه‌ای بود که قبلا انجام دادیم. یه تصویر دیگر رو انتخاب میکنیم از توی گالریمون، حالا فرقی هم نمیکنه. و خب تا آپلود بشه، بله من این تصویر انتخاب کردم. میخوایم که از حالت جن 2 از این گزینه‌ای که الان داره نمایش داده میشه میتونین تعداد ثانیه ها رو دستی انتخاب بکنین تو حالت جن 2، یعنی میتونین 3 ثانیه باشه، 2 ثانیه تا 10 ثانیه میتونین تغییرات بدین و انتخابش بکنین که من روی 6 گذاشتم. میتونین از گزینه‌های پایین که الان نشون داده میشه میتونین براشتون رو عوض بکنین، یعنی حالت تم رنگی صفحتون رو میتونین تغییرات بدین توش، و که من همون حالت اولی رو انتخاب میکنم. و میتونین پرامپت بهش بدین که چه تغییری روی تصویر شما ایجاد بکنه برای ساخت ویدیو، که من حالا یه پرامپت خیلی ساده می نویسم که یه ویدیو خیلی جالب و باحالی رو از شهر میخوام، amazing view from city، و بریم ببینیم که چه خروجی به همون میده. و ما جنریت رو میزنیم، الان رفت برای ساخت ویدیومون. بله همونجوری که داریم میبینید
31%، 35%، 49%، 55 همینجور داره میره بالا و میسازه ویدیو رو. الان میتونیم خروجیش رو هم بگیریم، یه تست میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. حالا من چون تصویر کوتاه بود میتونستم 10 ثانیه‌ایش رو بزنم، کردیت رو کامل استفاده نمی‌کنم که بتونم نمونه‌های مختلفی رو براتون بسازم. خب ما بریم یه تغییرات روی این تصویر بدیم. من میخوام که حالت زاویه دوربین و چرخش دوربین رو یه سری تغییرات توش بدم. همجوری رندوم براتون میزنم، شما هر مدلی که خودتون بخواین بسته به محتوایی که میخواین بسازین میتونین تغییرات توش بدین و من این تغییرات رو میدم. بریم برای ساخت ویدیو ببینیم که چه تغییری میکنه و چه خروجی بهمون میده. خب من تا ویدیو ساخته میشه توضیحات رو هم بدم بهتون. بچه از هوش مصنوعی رانوی خیلی استفاده زیادی میتونین ببرین، میتونین محتوای باحال تولید بکنین و روش استفاده رایگانش رو هم که بهتون عرض کردم و امیدوارم که راضی بوده باشین از آموزش. و نکته اصلی و مهمی که میخوام بهتون بگم این هستش که شما دیگه الان میتونین ویدیوهای تبلیغاتی بگیرین، میتونین محتوا بسازین برای یوتیوبرها و ویدیو هم نمونهش ساخته شده همونجور که دارین میبینین و بتونین کسب درآمد خیلی خوبی رو بکنین. خروجیاتون رو میتونین دانلود بکنین و استفاده بکنین و دیگه الان انتظار میره ازتون که خیلی راحت بتونین کسب درآمد بکنین برای یوتیوبرها، برای اینستاگرامرها، برای اینفلوئنسرها و بتونین محتواتون رو بفروشین، درآمد خیلی خوبی رو کسب بکنین. امیدوارم که از آموزش من هم راضی بوده باشین و حتما ویدیوها و آموزش‌های ما رو دنبال بکنین. آموزش‌های بیشتر و آموزش خصوصی هم میتونین از طریق راه‌های ارتباطی که اعلام شده با ما در ارتباط باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید، زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشین. امیدوارم که همیشه پرروزی و پرکار باشین و پولای خوب در بیارین. خیلی مخلصیم، خوشحال شدم. مرسی از لطفتون، خدا نگهدار.